و سوال آخران من، بعد بسر قدرت آمدن شما با باری کامل گفته میتوانید که با همراهان منمین مخالفین به مثل محمد اقبال صدرالدین، به مثل حسین اشوروف مبارزه نمیکنید؟ مثال ممکن است که محمد اقبال میگوید من دولت را حزب نهضت اسلام میکنم، ممکن حسین اشوروفی دیگر میکنم، شما بین خود مبارزه نمیکنید؟ در مسئله آنکه با دیگر برادران در صورت پیروزی آیا اختلاف نظر با وجود می آید یا مخالفت می شود، ضدیت می شود. ببینید کشورهایی که یا ملت‌هایی که پخته رسیدند، نیروهای مبارز که پخته رسیدند و مشترکاً به یک نتیجه رسیدند و در خارج به یک وحدت و به همکاری رسیده باشند، در داخل به یک نزاع یا برخورد و به یک زد و خوردها رفتن احتمالش خیلی کم است، خیلی ضعیف است. اما اگر اختلافات نظر خیلی زیاد باشد، هدف فقط اون باشد که ما رحمانوف رو از قدرت دور کنیم و بعد میبینیم در داخل تاجیکستان، من فکر میکنم که بهتر است که رحمانوف در سر قدرت باقی بماند، نیروهای اپوزیسیونی نیاین به سر قدرت. اگر هدف فقط از قدرت دور کردن رحمانوف باشد و یک جامعه آباد و دموکراتی و یک وحدت ملی نباشد، بنابر همین ما باید در بیرون، در خارج بوده ها نیروهای مبارز حداقل اون فرهنگ با یکدیگر گپ زدن و همکاری کردن رو با وجود اختلافایمان، با وجود آن که ما یک حزب نیستیم، یک گروه نیستیم، اما باید یاد بگیریم، بیاموزیم، با هم بشینیم و اطراف مشترکات و مسائل های عمومی به یک توافق قبل از وطن رفتن برسیم. اگر این کارو نکردیم بعد همون میشه که یک گروه میگه که در اینجا سهم من زیادتر بود، من مثلا بلاگر بودم و فلان مقدار پرسماتور داشتم، من حزب کلانتر بودم، من سابقه دارتر بودم، من اینا منها بعد شروع می شود. بنابر همین من نظرم این است که البته الان همدیگر فهمی هست، همکاری هست و بسیار یک فضای مناسب خوب هست، آهسته آهسته به سمت همکاری بیشتر رفتن در کار تا اینکه این اختلافی نظرها در سطح بگذار اختلافی نظرهای کوچک و معیده باقی بماند، این جای عیبش نیست. اما در مسائل های عمومی ملت ما باید به یک اتفاق نظر در اینجا برسیم و نه تنها بین ما کسانی که در خارج هستیم، بلکه با کسانی هم که در داخل کشور هستند و همون طوری که گفتم در یک روند وحدت آفرینی ما باید با همه ملت شرکت کنیم. تمام نیروهایی که ضد حکومت حاضر هستند و میخوان این حکومت عوض شود باید در یک روند گفتگوی مشترک باید به مشترکات عمومی برسیم.